فروغ فرخزاد، شاعر اهل ایران و یکی از مهمترین پیشگامان شعر نوین پارسی است. نام کامل او فروغ زمان فرخزاد عراقی بود. او را به عنوان شاعر بی‌پروایی می‌شناسند که در روزگاری که زنان زندگی اجتماعی محدودی داشتند، نگاه، احساسات و زبان زنانه را وارد ادبیات فارسی کرد. فروغ در سال 1313 در یک خانواده پرجمعیت فرزند چهارم بود. پدرش سرهنگ محمد فرخزاد مردی خشک، عصبی و خالی از هر نوع احساسی بود و سعی می‌کرد با سخت گرفتن به فرزندانش و محروم کردن اونها از آسایش و امکانات زندگی زمینه رشد اونها رو مهیا بکنه. که این مشخصات شخصیتی پدر که در عین خشونت مردی ادب دوست و اهل کتاب بود، تأثیر بسیاری بر نگرش و زندگی فروغ داشت. همه خواهر و برادران فروغ در هنر و در زمینه‌های علمی صاحب نام و دارای تحصیلات عالیه بودند. فروغ در زمانهایی که وارد هنرستان شد، توانست به واسطه ارتباط با اشخاصی چون سهراب سپهری و مهری رخشا به آموخته‌های خود بیفزاید. او در 16 سالگی با وجود مخالفت خانواده با پرویز شاپور طنزپرداز معروف ازدواج کرد. درست 1 سال پس از ازدواجش مجموعه شعری را به نام اسیر منتشر کرد. ولی پس از 4 سال در حالی که کامیار پسرش 3 سال داشت از همسرش جدا شد. این جدایی 2 پیامد برای او داشت: محرومیت از ملاقات با پسرش و بی‌اعتنایی و اوج اختلاف با پدرش که منجر به ترک خانه و سرگردان شدن فروغ را داشت. او برای گریز از زندگی به اروپا سفر می کند و پس از چندی بعد از آموختن چند زبان و فعالیت‌های ادبی و هنری به ایران باز می گردد. فروغ کتاب دومش را با نام دیوار منتشر و به پرویز شاپور تقدیم می کند. مجموعه سومش با نام عصیان را هم منتشر کرد که به لحاظ محتوایی و سبک شعری پایان دوره شعری اول فروغ فرخزاد است. آشنایی فروغ با ابراهیم گلستان پای او را به عرصه هنر باز کرد و باعث شد فروغ در چندین اثر سینمایی نقش آفرینی کند. فروغ موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره اوبرهاوزن برای ساخت فیلم خانه سیاه شد که یکی از مهمترین فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران است. همچنین فروغ در فیلم خواستگاری به کارگردانی ابراهیم گلستان نقش آفرینی کرد. بفرمایید. مرسی. ماشاءالله ماشاءالله چه دختری. میزنشین نیست، زحمت کشه. خانم جون چرا مضایقه میکنی؟ حال چطور میشه دقیقه پلوی ما بشینی؟ او همینطور در نمایشنامه 6 شخصیت در جستجوی نویسنده به کارگردانی پری صابری به عنوان بازیگر درخشید. فروغ در اوج موفقیت‌های ادبی و سینمایی‌اش در هنگام رانندگی بر اثر تصادف جان باخت و به دستور هویدا نخست وزیر وقت در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. اشعاری که در دوران اول شاعری فروغ و قبل از آشناییش با ابراهیم گلستان در 3 دیوان اسیر، دیوار و عصیان سروده شده، همگی زیر پرچم فمینیستی هستند. او در اشعارش از سبک نوگرا و نیمایی با زبانی ساده ولی کوبنده استفاده می کند تا زنان محبوس و محکوم در جامعه مرد سالار را به تصویر بکشد. مجموعه شعر اسیر اولین مجموعه شعری است که از فروغ فرخزاد به چاپ رسیده است و شامل 43 قطعه شعر می باشد. این سروده ها سالهای 1332 تا 1334 را در بر می گیرد و در قالب کلاسیک و غنایی می باشند. این اشعار باعث شناخته شدن فروغ در عرصه شاعری شده است. دیوار دومین مجموعه شعر فروغ که شامل 25 قطعه شعر اوست
که سال 1335 را در بر می‌گیرد. این مجموعه حاوی اشعاری ساده و احساساتی با مضمون عشق و جدایی است. اشعار این کتاب در ادامه فضای شعری فروغ در مجموعه اسیر و با دایره واژگانی مربوط به دنیای مادرانه و زنانه است، ولی در عین حال از جسارت و بی‌پروایی بیشتری برخوردار است. اوسیان سومین مجموعه شعر فروغ و شامل 17 قطعه شعر است که سال 1336 را در بر می‌گیرد. در این مجموعه شاهد چرخشی در شعر فروغ هستیم. نگرش فلسفی و چالش‌های مذهبی جایگاه ویژه‌ای در جهانبینی شعری فروغ می‌یابند. همانطور که گفته شد، این مجموعه به لحاظ محتوایی و سبک شعری پایان دوره شعری اول فروغ فرخزاد است. دوره دوم شاعری فروغ با مجموعه شعرهای تولد دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد پس از آشنایی او با ابراهیم گلستان و حضور و فعالیت پررنگش در عرصه سینما بود. به طوری که دیگر در اشعارش به جنگ با مردان نمی رود و زنان را قربانی جامعه مرد سالاری نمی بیند، بلکه تمام ملت را قربانی یک جامعه دیکتاتوری و سنتی می بیند و مظلومیت مردم ایران، نابرابری‌ها، ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها را به تصویر می‌کشد. از نظر بسیاری تولدی دیگر بهترین مجموعه شعر فروغ فرخزاد و یکی از بهترین مجموعه‌های شعر معاصر است که شامل 35 قطعه شعر و در قالب نیمایی است و شعرهایی از فروغ را از سالهای 1338 تا 1342 در بر دارد. تولدی دیگر عبور شاعر از خاطرات گذشته و بازگشت او به زمان حال است. در واقع تولدی دیگر به مثابه یک آغاز جدید برای فروغ بود. منظومه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد عصاره و چکیده تعداد قابل توجهی از اشعار فروغ و شامل 7 قطعه شعر است. این کتاب 7 سال پس از درگذشت او در سال 1352 چاپ شد. در اون مایه اصلی شعر را پذیرفتن آغاز پیری و شروع تنهایی می‌داند. مضامین شعرهای فروغ تنهایی و اندوه و حس شکست در زندگی به خصوص در ازدواج است. صداقت در بیان او کاملا احساس می شود، زیرا شاعر شعرهایش را زیسته و پشتوانه عمری تجربیات شخصی در پشت واژه‌ها پنهان و همین نکته شعر او را مؤثر کرده است. اشعار فروغ اعتراضی هستند، اعتراض به سنت‌ها، قوانین و رسوم یکسویه، اعتراض به جامعه ظالم مخصوصاً نسبت به زنان که مدام میپزند و میروبند و میزایند. برای اشعار فروغ میتوان صفت سهل و ممتنع قائل شد، یعنی اشعار در ابتدا بسیار ساده و روان به نظر میرسند، اما برخلاف آنچه که در نگاه نخست است چندان ساده نیستند. تشخیص یا جاندارانگاری در شعر او مقام والایی دارد، یعنی شاعر ویژگی انسانی را به یک غیر انسان نسبت می‌دهد. فروغ از ادامه دهندگان سبک عراقی است. تکرار از مختصات سبکی فروغ است. بسامد جملات سؤالی در اشعار او بسیار بالاست و همینطور ایجاز و کوتاهی که خواننده تأثیر عمیقی را از همین اشعار کوتاه می‌گیرد. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید.
میتوان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه‌ای ماهود با تنی انباشته اسکا سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من میگیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست می‌دارم. همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته‌ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساخته‌اند. در آستانه فصلی سرد در محفل عزای آینه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت، چگونه می شود به آن کسی که می رود انسان صبور سنگین سرگردان فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟